خبری محاکمه 68 زندانی و نقشه آشوب جماعت موحدین در زندان خوجند تصدیق شد. امامعلی رحمان در واخوری غیر رسمی سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که در سنت پتربورگ برگزار می شود شرکت می کند. هیئت قرقیزستان به نشست راهبران کمیته‌های حالت‌های فوق‌العاده آسیای مرکزی که در دوشنبه برگزار شد نیامده است. پوتین فرمان انتقال نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه اوکراین به مالکیت روسیه را امضا کرد. خبری محاکمه 68 زندانی و نقشه آشوب جماعت موحدین در زندان خوجند که صبح امروز اولین شده رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود اطلاع داد تصدیق شد. خبرگزاری ازیا پلوس نوشته است که به این رسانه منصور جان عمرов سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت خبری آشکار و بازداشت گروه متشکل در محبس خوجند را تصدیق کرده گفته است که حالا نسبت چند نفر سرکردگان و اعضایان این گروه پرونده‌های جنایتی باز شده است و حالا تفتیشات ادامه دارد. اما با گفته عمرов این گروه متشکل همپیمان چه هدف داشتند تا حال برای خود آنها نیز نامعلوم بوده است. با گفته منصور جان عمرов این حادثه 2 ماه پیش صورت گرفته در رفت تفتیشات کارمندان سرریاست اجرای جزای جنایتی این گره بازگشایی شد و اعضایان گروه متشکل معین گردیدند. سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی این قضیه را شرح داده گفته است که مقصد و مرام این گروه زندانیان قتل و کشتار نبود و ما این گونه دلیل نداریم. اما آنها می‌خواستند که در داخل محبس گروه متشکل همپیمان تشکیل دهند و به هم دست داده بودند. چندی از محبوسان که در این گروه شاملند در ناآرامی محبس شهر وحدت در سال 2019 نیز دست داشتند. به قول منصور جان عمرов گروه متشکل را در داخل محبس عزیزبک میرزایف و جمشید نام محبوس سروری می‌کردند که هر دو قبلا با این نمود جنایت در محبس گناهکار دانسته شدند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در واخوری غیر رسمی سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که پگاه 7 اکتبر در شهر سنت پتربورگ روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در این باره از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر دادند. نشست غیر رسمی سران اتحادیه دولت‌های مستقل در روز زادروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می شود که پگاه 70 سالگی خود را تجلیل می کند. دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفته است پوتین زادروزش را در جای کار می گذراند. هیئت قرقیزستان برای اشتراک به نشست راهبران کمیته‌های حالت‌های فوق‌العاده آسیای مرکزی که در دوشنبه برگزار شد نیامده است. با گفته امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان جانب قرقیزستان حتی سبب شرکت نکردنش را نگفته است. مناسبت سرد تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه ماه سپتامبر امسال که از دو طرف ده‌ها کشته و زخمی به جای گذاشت باز هم سردتر شده است. گفتنی است نشست نمایندگان اداره حالت‌های فوق‌العاده منطقه امروز 6 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان هم بودند. اشتراکداران مسائل تحکیم استواری منطقه با آفت‌های طبیعی را بررسی کردند. پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان انتقال نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه اوکراین به مالکیت روسیه را امضا کرد. در این فرمان که در سایت کرمل منتشر شده است آمده است که مجوزهای لازم برای بهره برداری از نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه اعطا خواهد شد. همچنین تصریح شده است که این نیروگاه به مالکیت فدرالی روسیه منتقل می شود و دولت روسیه در این راستا دستورات لازم را داده است. گفتنی است نیروگاه زاپاروژه دارای 6 راکتور هسته‌ای است و بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا محسوب می شود. زاپاروژه ظرفیت تولید برق 5700 مگاوات ساعت را دارا بوده و 20% از کل برق اوکراین را تأمین می کند. این نیروگاه روز 4 مارس امسال تحت کنترل نیروهای روسیه درآمد.